سلام و درود. حالتون چطوره بچه ها؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه و جیبتون پرپول. انشالله که روزتون خیلی خیلی خفن شروع کرده باشید. امروز و فردا مارکت کریپتو تعطیل هستش، به خاطر همین یه مقداری با تأخیر ویدیو رو براتون آپلود میکنم و اینکه بریم سراغ تحلیل هایی که براتون گذاشتم، ببینیم کجا گفته بودم براتون که دیروز چی بوده و چی شده. خب تایم 4 ساعته تریوم من چون تحلیل گذاشتم برای بچهای کانال تلگرام پاک کردم اون رو، ولی اینجا بود که گفتم میتونید شما در واقع تارگت اتریوم رو بذارید براش و اینجاها بود که گفتم بهتون برای پوزیشن لانگ اتریوم تارگت اول خورد و حدود 1% کلا بهمون داد. این هم خوبه. حالا با اهرم 100 اگر میگرفتید 100% سود داد، اگر بهرام 20 گرفتید 20%، بهرام 50% و همینطوری کلا 1% بهمون سود داد. امیدوارم که گرفته باشید و نوش جونتون باشه. دوج کوین همچنان محدودش خیلی خوبه، فعلا یه مقداری توی ضرر هستش، حدوداً 1.5%، یعنی بهرام 20 حدوداً 30 و 45 این طرفا توی ضرر هستش. اما بریم سراغ مارکت کریپتو ببینیم که روندش چطوریه. یه مقدار ریزش زده و اینکه یه سری خبرها اومده که قبل از اینکه بریم سراغ همه چیز حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. مرسی از همتون. اینکه یه خبری اومده، نمیدونم راست یا دروغش رو، حقیقتا زیاد درگیر خبرها نیستم و اینکه خبری که اومده ظاهرا آقای ترامپ خبر فوتشون اومده و میگم هنوز کامل این خبر رسمی نشده، ولی خب یه چنین چیزی اومده توی مارکت کریپتو، میتونه تاثیر بذاره روی مارکت، میتونه یه مقدار قیمت رو برامون نزولی بکنه. به خاطر همین دارم میگم که مراقب باشید. اما اصلا کلا فعلا کاری به خبرها نداریم، چون ممکنه از سیاست‌های آقای ترامپ باشه و برای اینکه یه مقداری حالا بیشتر به سرمایه‌اش اضافه بکنه این خبرها رو برای فاند، برای اینکه یه مقدار لیکویدی به دست بیاره، یه مقداری حالا جو بده. حالا کلا کاری نداریم از سیاست‌ها و اینها، میریم سراغ کارمون. گفتم که حالا این خبر رو هم بهتون بدم. قبل از اینکه بریم سراغ تایم 4 ساعته بیت کوین، چون الان موقعیتی هم نمیبینم توی تایم 4 ساعته، میریم از تایم پایین‌تر، تایم بالاتر منظورمه. خب اینجا که یه مقاومت کوچیکی رو داریم، اصلا کاری به این مقاومت هم نداریم، اینجا میرسیم بین 80 تا 95. اینجا یه حمایته و اینجا هم یه سری حمایت های دیگه رو داریم که اصلا کاری بهشون نداریم. خب اما چرا گفتم مثلا بین 80 تا 95 ممکنه بالا سوال باشه براتون، ممکنه برسه به این قیمت؟ حالا خیلی ممکنه الان ترس برشون داشته باشه. میگم حالا بهتون چی هست اصول کارم. اینا رو پاک کنم. خب ببینید عزیزان، اینجا یک روند صعودی ما داریم. بذارید از اینجا بگم. خب بین قیمت 80 تا 95 هزار هم یه حمایت داریم. روندمون که روند صعودی هستش. در صورتی میتونم بگم روند تغییر میکنه که اینجا کندل بیاد برسه حالا بر اساس جنگ، واندال، همه چیز، و این محدوده حمایتی شکسته بشه. یعنی پرقدرت خیلی باید خبر و فاند و اینا تاثیرگذار باشه که بخواد حالا بیت کوین رو برسونه به قیمت زیر 70,000 و دیگه روند اونجا تغییر میکنه. ممکنه برسه به 50، ممکنه برسه به 60. اون زمان دیگه حالا دست من و شما نیست.
این دیگه خیلی باید خبر در واقع قوی پشتش باشه که چنین اتفاقی بیفته. اما میرسیم به تایم فریم روزانه. پس در تایم هفتگی دیدیم که در تایم بلند مدت فعلا روند مارکت کریپتو صعودی هستش. خب اینم من پاک کنم، بیایم اینجا. بین محدوده قیمتی 101,000 102,000 تا 106 105 این طرف ها، حالا $1000 زیاد اینجا تأثیر نداره، مثلا میگم 105 ممکنه 106 104 این طرف هم باشه. کلا بین قیمت 100,000 تا 106,000 اینجا یه محدوده مقاومتی رو ما فعلا داریم. خب و بین این محدوده مقاومتی که اینجا هم داریم 116 تا 119 هستش. چند درصد میشه؟ خب میشه بودن 3%. محدوده مقاومتی کوچیکی اینجا مثلا با یک کندل ممکنه شکسته بشه، اصلا کاری به این مقاومت نداریم، کاری هم به این حمایت نداریم. این حمایت هم که اصلا خیلی کوچیکه برای تایم فریم پایین تر. پس کار داریم فعلا با چرا نمیاد تو این؟ آها الان درست شد. کار داریم فعلا با این محدوده حمایتی. خب و بین این محدوده مقاومتی و حمایتی که برای ما پیش اومده ممکنه قیمت برسه به اینجا، این کندلی که اینجا هستش ممکنه برسه اینجا و بعد شروع بکنه به بالا اومدن و تا زمانی میتونم بگم فعلا در تایم پایین، در تایم روزانه، تایم دیلی برامون این حمایت مهمه. این دومین ویدیو که الان دارم ضبط میکنم براتون. ویدیو قبلی میکروفون نمیدونم حالا چه مشکلی داشت، امیدوارم که الان این مشکل پیش نیاد و صدام به خوبی ضبط بشه. این حمایتی که اینجا داریم نباید شکسته بشه، چون اگر شکسته بشه ممکنه قیمت بیت کوین به 92 و حتی همون 80,000 فعلا برسه و بعدش حالا توی تایم روزانه ممکن روندمون تغییر بکنه. ولی تا زمانی که فعلا این حمایت رو داشته باشیم همه چیز برامون استیبل هستش. میریم برای دامیننس تتر در تایم فریم دیلی یا همون روزانه دامیننس تتر. اینجا ما یه مقاومتی داریم، مقاومتش هم خوبه و اینکه عرضم به حضورتون گفتم دیروز هم ممکنه اینجاها برسه، یه مقداری حتی توی این کانال رنج بزنه و ریزش بزنه و زمانی که ریزش دامیننس تتر رو داشته باشیم یعنی روند مارکت صعودیه. ریزش دامیننس تتر مساوی است با صعودی شدن مارکت کریپتو. خلاف این همیشه ریزش مارکت کریپتو، یعنی دامیننس بره بالا و ریزش بیت کوین و اتریوم و کلا آلت کوین ها رو داریم. فعلا این کانال رو داریم برای دامیننس تتر، این کانال رو کلا، و اینجا هم سقف کانال هستش و دقیقا توی سقف کانال گیر کرده دامیننس تتر و زمانی که ریزش بزنه و فعلا این رو ازش انتظار داریم، میتونم بگم که روندش ریزشی هست. ولی اگر مثلا فردا و پس فردا، یعنی از حتی دوشنبه، فردا که حالا زیاد ممکن حرکتی نکنه، ولی از دوشنبه اگر قرار بر این باشه که حالا تا سه شنبه چهارشنبه این کندل ها بالای این محدوده بسته بشن، یعنی بیاد اینجا مثلا کندل های بعدی و این محدوده حمایتی فید بشه، اون وقت دیگه ممکنه بیت کوین رو بریم بینیم مثلا بین قیمت 102 یا 100,000، بعدش حالا بعد دیگه باز تحلیل بکنیم. خیلی مهمه این هفته و حتی این ماه، فکر میکنم این ماه نرخ بهره رو داریم دیگه، فکر کنم که نرخ تورم رو داریم و شاخص بیکاری اگر اشتباه نکنم، همه اینها رو داریم توی مارکت کریپتو و خبرهای مهمی هستن. حتی برای طلا هم خیلی مهمه و اینکه حالا ما اصلا کاری به طلا نداریم و فعلا فقط روی مارکت کریپتو هستیم، ولی میگم خبرهای مهمی رو هم داریم که حالا یه مقداری احتمال بینم که خبرها به نفع کریپتو باشه، نمیدونم ولی حالا احتمال میدم همینجوری حدسی. اتریوم رو داریم در تایم فریم دیلی یا همون روزانه
و اینجا حمایتی که بهتون گفتم بین 4000 تا 4365. فعلا این محدوده برای اثبات کارها، کسایی که فیوچرز کار میکنن میتونیم بگیم محدوده خوبی هست و براتون ممکنه محدوده خیلی خیلی عالی به حساب بیاد. تایم فریم کوچیک‌تر، تایم فریم 4 ساعته. تایم 4 ساعته برای اتریوم زیاد فعلا پیشنهاد نمی کنم. الان ما سودمون رو گرفتیم ازش، درسته، ولی دیگه فعلا پیشنهاد نمی کنم تا فردا. تایم 4 ساعت، چرا تایم پایین بالا در واقع تایم پایین‌تر رو برای بیت کوین نگفتم؟ تایم 4 ساعته و 1 ساعت و اینا رو همه رو چک کردم، اصلا به درد نمیخوردن. مثلا اینجا حمایت های کوچیکی داریم، اصلا اینا هیچ کدوم به درد نمیخورن. مثلا تایم 1 ساعته همینطور، این مثلا مقاومت با یک کندل شکسته میشه. ولی مثلا اینجا خب نمپاک کنم، مثلا اینجا چرا رنجه؟ چون تعطیلات. تایم 1 ساعته اینجا کلا رنج شده از ساعت تقریبا 12 و اینا، حالا به وقت تهران میشه ساعت 10 اینها، و کلا رنج شده. خب و یه روند رنج رو داریم ازش، به خاطر همین کلا تایم پایینتر بیت کوین رو نگفتم بهتون و سیگنالی هم روش ندادم. حالا در ادامه بهتون یکی دوتا سیگنال رو میدم، ولی فعلا بیت کوین و اتریوم رو کلا نمیگیریم امروز حداقل. تایم 4 ساعته توتال 2 رو چک میکنیم و تایم 4 ساعته توتال 2 این رو بهتون بگم که حتی اگر تحلیل بلد بشید، حتی اگر ترید بلد بشید، هر چیزی، کلا این که حالا از کسایی که تولید محتوا میکنن، کسایی که ویدیو میگیرن، واجبه کلا این که ویدیوهای دیگران رو هم ببینید. شما ممکنه چیزایی رو، چون کلا مارکت هر روز، همیشه، هر ثانیه، دقیقه به دقیقه چیزهایی رو بهتون ممکنه به اون دانشتون اضافه بکنه و شما اون دانش رو ازش میتونید پول به دست بیارید. یعنی از تجربه و دانش دیگران میتونید شما پول به دست بیارید خیلی راحت. مثل کسی که داره درس میخونه، کسی که چه میدونم چند سال وقت میذاره به یه شغلی که اون حرفه رو پیدا بکنه و اون شغل هر روز حالا داره بهتر و بهتر روش وقت میذاره و دیگه توش حرفه‌ای میشه. شما همینطوره، باید توی مارکت کریپتو، حالا کلا بازارهای مالی، هر روز وقت بذارید برای یادگیری و هر روز، حالا نه تنها ویدیوهای من خیلی پر از نکاته و هر روز باید اونها رو ببینید. خیلی نکات زیادی داره توی یه ویدیو. خب قطعا جا نمیشه، ولی سعی میکنم روزانه توی چند تا جزئیات کوچیک کوچیک ازشون بهتون بگم توی یه ویدیو و خسته نشید. خب حالا چیزی که میخوام بهتون بگم چیه؟ شما مثلا یه تحلیلی کرده روی چه میدونم مثلا سولانا یا دوج کوین یا اتریوم یا هر چیز دیگه، باید حتما توتال 2 رو چک بکنید. توتال 2 میشه شاخص آلت کوین ها، روند توتال 2 میشه همون روند آلت کوین ها، ریزش شاخص میشه همون ریزش آلت کوین ها. در صورتی که مثلا اینجا کندل بلند میزنه و روند صعودی رو داشته باشه، توتال 2 در واقع رشد آلت کوین ها رو هم ما داریم. خیلی ساده. اما در تایم 4 ساعته، حالا اینجا که گفتم خیلی مهمه، این یک حمایت خیلی خوبی هستش، این هم همینطور، این هم یه حمایت خیلی خوبی. در صورتی که فعلا این حمایت رو از دست نده و بخواد رو به بالا حرکت بکنه، روندش صعودیه و رشد آلت کوین ها رو داره. اما در صورتی که قرار باشه این حمایت از دست بره و بخواد ریزش بکنه، ممکنه اینجاها بیاد و رو به بالا حرکت بکنه. اوکی، اینم از این. پس فعلا روندش صعودی هست. تایم 2 ساعته توتال 2 هم خوبه. تایم 2 ساعته، تایم 1 ساعته هم ببینم، 1 ساعت دامیننس رو هم چک بکنیم، نسبتا خوبه تایمش. فعلا میتونم بگم یه مقدار روند مارکت امروز حداقل صعودی هستش و کمتر دنبال پوزیشن شورت بگردید امروز حداقل.
خب 2 تا پوزیشن خیلی خوب براتون آماده کردم. توتال 2 این فرصت رو بهمون داده. مثل اینجا، حالا ممکن اینجا گیج بشید، تایم 4 ساعته میاریم که بهتر ببینید. خب تایم 4 ساعته پولکادات یا همون دات یک حمایت و مقاومت خیلی خوبیه. اینجا که گذاشتم براتون یک محدوده حمایتی عالیه و آر به آر خیلی خوبی رو هم به همون میده. عرضم به حضورتون که تارگت اولمون میاد قیمت $3.88. اینجا $4. اینجا تارگت سوممون میشه $4.13 و تارگت آخر هم میشه $4.27. تارگت اسخای میکنم با استاپ حدوداً $3.60 و استاپی که بهمون میده چند درصد بود؟ حدوداً 4%. و این رو باید نهایت اهرامی که میزنید یا 20 بزنید یا اهرام 30. بیشتر پیشنهاد نمی کنم. و آخرین تحلیلی که گذاشتم براتون ریپل بود. اینا رو توی ویدیو قبلی همه رو گذاشته بودم ولی به خاطر اینکه میکروفون بسته بود دیگه تحلیل ها موندن، گفتم که حالا سریعتر بذاریم. اینجا هم یه حمایت خیلی خوبیه، تایم 2 ساعته ریپل آربار خوبی هم بهمون میده. تقریبا میشه گفت که استاپی که بهمون میده همون 3% باشه اگر اشتباه نکنم. آره تقریبا 3.5%. با اهرم 30 یا نهایتا 40 میتونید این رو بزنید. تارگت اولمون $2.86. تارگت دوممون میشه $2.96 و تارگت آخر هم میشه حدوداً $3 یا $3.05. با استاپ اینجا که مشخص کردم با رنگ قرمز $2 و حدوداً 69 سنت. اینها میتونید که وارد پوزیشن بشید برای لانگ. خوبه فعلا مارکت روندش یه مقدار میتونیم بگیم حداقل امروز صعودی هستش، ولی روند اصلی از دوشنبه حداقل شروع میشه. ببینیم که دوشنبه چه حرکتی میزنه، ریزشی یا صعودی، و بعدش ببینیم که میتونیم وارد پوزیشن بشیم یا نه. فردا حتما ویدیو میذارم براتون، باید بررسی بشه و حتما کانال سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید که خیلی مهمه اینها. اگر ارزی مد نظرتون هست برام کامنت کنید و فردا براتون ویدیوش رو میگیرم اگر موقعیتی بده و براتون تحلیلش رو خواهم گذاشت. خیلی مخلصم و روزتون بخیر، شبتون هم بخیر. مخلصم.